салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. 8 март дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи модар таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми модарону бонувони мамлакатро самимона табрик намуданд. مادران و بانوان و دختران عزیز، در نخستین روزهای فصل زیبای بهار، یعنی ایام نور و صفا و گرمی و بیداری طبیعت، جشن فرخنده روز مادر فرا می رسد. همه شما مادران مهربان و بانوان ارجمند را به این مناسبت صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی و تمام خوشی‌های زندگی را آرزو می‌نمایم. مادر یگانه موجودی است که انسان می‌آفرد، با او حیات می‌بخشد، او را در آغوش گرم و پرمهر خود می‌پرورد. اولین سخنها و گذاشتن نخستین قدمها را به طفلش یاد می دهد. فرزند خویش را با هزار نیت و آرزوهای نیک به وایه می رساند. یعنی در ضمیر فرزند تربیت کردن احساس صداقت و صمیمیت، نیکی و نکوکاری، خیر و سخاوت و تشکل معنوی نسل‌ها نتیجه زحمت شبانه روزی مادران مشفق و غمخوار و مونس و مهربان می باشد. مادر شخصی است که شب و روز به خاطر راحت و آسایش طفلش زحمت می کشد و نمیگذارد که فرزند او رنج و آزار بیند. وی همیشه در تلاش است که فرزندش سالم و بردم به کمال رسد، صاحب آداب و معرفت، علم و دانش و کسب و هنر گردد و در آینده به جامعه خدمت شایسته نماید. یعنی در شعور نسل نورس تشکل دادن احساس محبت به دانش و معرفت، آداب و اخلاق، ننگ و ناموس و وطن دوستی و زحمت کشی قبل از همه خدمت مادر می باشد. محض به همین خاطر هر یک فرد مادر را مثل جان خود و همچون زینت و صفای زندگی دوست می دارد، عزیز می شمارد و حرمت و احترامش را به جا می آورد. مادر در حقیقت سزاوار همه گونه قدرشناسی و دوستداری می باشد، زیرا او مهربانترین انسان برای هر یک شخص به شمار می رود. می خواهم با افتخار اظهار نمایم که مادران و زنان و بانوان کشور عزیز ما با رفتار نیک، اندیشه سالم و مهارت و کاردانی خود در آبادی و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان سهمی بزرگ دارند. آنها امروز در همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت صافدلانه کار و فعالیت دارند و با زحمت بنیادکارانه و تشبث‌های سازنده‌شان برای رشد دولت صاحب استقلالمان سعی و تلاش می‌کنند. نقش زنان و مادران در پایداری و استواری عائله و فراهم آوردن فضای آرام و سالم در خانواده بسیار مهم میباشد. باور دارم که بانوان و زنان ارجمند ما من بعد نیز این رسالت مقدس خود را
با صبر و تحمل خاص مادران تاجیک اجرا کرده برای تربیت درست فرزندان با حیات مستقلانه آماده کردن آنها، حفظ گرمی و برکت خانواده و مستحکم گردیدن آن و بلند برداشتن مقام عائله در حیات دولت و جامعه سعی و کوشش میکنند. ملت صاحب فرهنگ و تمدن ساز تاجیک در طول عصرهای زیاد دایر به آداب عائله داری، مناسبت‌های خانوادگی و تعلیم و تربیت فرزند سنت و معیارهای ایجاد کرده است که آنها محض توسط زنان و مادران ارجمند ما برای نسل‌های امروز و فردا نیز چون مکتب بهترین زندگی خدمت می‌کنند. با این معنی زنان و مادران ما نگاه دارنده و دوام دهنده بهترین عنعنه‌ها و آیین‌های اصیل و دیرینه خلقمان، خصوصاً در تربیت کردن و به کمال رسانیدن فرزندان با آداب و صاحب معرفت و وطن دوست و دلیر می باشند. در زمان صاحب استقلالی بانوان تاجیک با تشبس‌های خود ثابت نمودند که می توانند در جاده صاحبکاری نیز موفق باشند. سهم زنان و بانوان صاحبکار علاوه به ساحه‌های صنعت و کشاورزی در احیا نمودن و ترقی دادن هنرهای مردمی و با همین راه مهیا کردن جایهای کاری برای بانوان خانشین بسا ارزشمند و نظررس می باشد. یکی از هدفهای اساسی سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردن سال 2018 و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودن سالهای 2019-2021 محض به شغل فرا گرفتن شماره هرچی بیشتری زنان و دختران می باشد. با عملی گردانیدن چنین اقدامات حکومت مملکت موقع زنان را در رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی تحکیم بخشیده برای استفاده نیروی بنیادکارانه آنها زمینه استوار فراهم بسازد. با قرار حکومت تاجیکستان قبول گردیدن استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 جهت تهیه و تطبیق یک سلسله سندهای مهمی مربوط به بهداشت وضع اجتماعی و اقتصادی و معنوی زنان و بانوان زمینه واقعی گذاشت. در اساس سندهای ذکر شده یک سلسله اقدامات مهم در سمت بلند برداشتن مقام زن در جامعه، تامین نمودن اشتراک فعالانه آنها در اداره کنی دولت، از حساب دختران آماده کردن کادرهای زمان نو و باز هم بهتر گردانیدن صحتی مادر و کودک عملی گردانیده می شدند. یکی از غمخوری‌های دولت و حکومت برای دختران دهات و ناحیه‌های دوردست مقرر نمودن کوتای پرزیدنتی می باشد که توسط آن تا امروز هزاران نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ختم کرده حالا در ساحه‌های گوناگون حیات جامعه و دولت موفقانه کار و فعالیت دارند. در رابطه به این میخواهم تاکید نمایم که پدر و مادران نباید پیش راه تحصیل فرزندان را گیرند. برعکس کوشش نمایند که آنها تحصیل کرده صاحب معرفت و صاحب کسب و هنر شوند و در زندگی به مشکلات دچار نگردند.
شما خوب می دانید که اگر بانوی خاندان باسواد باشد می تواند فرزندان خود را تربیت درست دهد، آنها را سالم و بردم و همچون شخصیت‌های صاحب معرفت به کمال رساند، یعنی عائله نمونوی برپا نماید. حکومت مملکت عملی گردیدن تدبیرهای را که در دایره برنامه‌های قبول شده دولتی پیش بینی شدند همه جانبه تأمین نموده، چون این سیاست را در آینده نیز ادامه خواهد داد. ضمناً خاطر نشان می سازم که جمهوری تاجیکستان از لحاظ فائز نمایندگی زنان و بانوان در مقامات شاخه‌های گوناگون حاکمیت در جهان یکی از جایهای نمایان را اشغال می کند. اطمینان دارم که زنان و بانوان صاحب معرفت و با ننگ و ناموس تاجیک به شکرانه آزادی و صاحب اختیاری دولتمان و فضای آرام و آسوده کشورمان با استفاده از شرایط و امکانیت‌های مهیا کرده حکومت مملکت برای پیشرفت وطن محبوبمان صادقانه و باز هم بیشتر زحمت بکشند. به خاطر تربیت نسل‌های آینده ساز ملت سعی و تلاش بیشتر می‌کنند. در چارچوب قانون‌های ملی امان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند عمل کرده، جهت بهتر شدن نیکوحوالی و شرایط زندگی خانواده‌های خود سهم مادرانه‌شان را می‌گذارند. مادران و بانوان محترم، ماه مارس با جشن شما آغاز گردیده. با یکی از جشن‌های باستانی ما نوروز یعنی سال نو اجدادی امان ادامه می‌یابد. این ایام بهترین روزهای می باشند که شما خرسندی کنید. لباس‌های زیبای ملی چکن و اطلس و ادرس را ببر کرده آنها را تبلیغ و عاموی گردانید. به تازگی و آبادی خانه و کاشانه بیشتر مشهور شوید و هنر کدبانوهای ملت قدیمه و فرهنگی امان را باز هم گسترش بخشید. ما مردان وظیفه داریم که همیشه به قدر رنج‌های کشیده مادران، زحمت و خدمت‌های زنان و دختران خود و امید و انتظارهای آنها رسیم. ما نباید فراموش کنیم که از پیغمبران سر کرده تمام نابغه و علامه های بشر از دامان پاک مادر به دنیا آمدند و در آغوش گرم او بزرگ شدند. ما در عصر 21 زمان پیشرفت علم و تکنیک و دستاوردهای بی‌سابقه عقل انسانی زندگی داریم. از این لحاظ باید از احساسات خشونت آمیز و تفکر عقیم مانده خرافاتی آزاد باشیم. شأن و شرف و حیثیت زنان و دختران را احتیاط و احترام کنیم. با آنها یعنی بانوان و دختران با نظر نیک و با عزت و حرمت مناسبت نماییم. ما باید دائم در یاد داشته باشیم که پروریده مادر با عفت و صاحب معرفت تاجیک و نماینده یکی از ملت‌های کهن بنیاد و تمدن‌ساز دنیا می باشد. با استفاده از فرصت خاطر نشان می نمایم که نگاهبین و پرستاری مادر و پدر در پیرانسالی نیز قرض فرزندی و وظیفه جوانمردی ما می باشد. زیرا ثواب پرستاری والدین و برکت دعای آنها
در دین مبین اسلام با حج اکبر برابر دانسته شده است. با ابراز بهترین نیت‌های نیک همه شما مادران و بانوان ارجمند و خواهران و فرزندان عزیز را بار دیگر به افتخار جشن فرخنده روز مادر تبریک میگویم و به هر یکی شما تن صحت، اقبال برند و در خاندانتان آسایش و آرامی و خوشبختی و فیض و برکت آرزو می نمایم. جشن مبارک باشد مادران مهربان، بانوان گرامی، خواهران ارجمند و فرزندان عزیز. имрӯз занону модарони тоҷик ҳамсафу ҳамқадами замон буда рисолати модариву қарзи шаҳрвандии худро дар густаришу такмил додани арзишҳои наҷибу волои инсонӣ бахусус дар рӯҳияи баланди ватанпарастӣ тарбия намудани фарзандон, талқини андеша ва ҳуввияти миллӣ, таҳкими худогоҳиву худшиносӣ ва ватандориву ватандӯстӣ бо камоли масъулият адо менамоянд ва сазовори эҳтироми аҳли ҷомеа мебошанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ба хотири таҳкими мақому манзалат ва таъмини риояи ҳуқуқҳои инсониву конститутсионии занон тадбирҳои имконпазирро андешида, онҳоро мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар амал татбиқ карда истодааст. гузориши хабарнигорони мо. зан модар дар ҷаҳони муосир дар пешбурди корҳои муҳими давлатдорӣ ва ҷамъиятӣ нақши муҳим дошта метавонад дар таълиму тарбияи ҳар як фарди ҷомеа саҳми бузург дошта бошад. зан модар ба мисли баҳори пурнакҳату муаттар таҷассумгари фардои обод буда бо нияту орзуҳои нек фарзанди худро ба камол мерасонад ва ӯро дар роҳи хизмат ба халқу ватан ҳидоятгару насиҳатгар мебошад. таъкид кардан ба маврид аст ки ҳар шахс нахустин дарси одамият худшиносиро аз зан модар меомӯзад ва тавассути суханони пурҳикмати ӯ соҳиб маърифат мегардад. бо дар назардошти муҳимияти ин масъала дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ ба масъалаи баланд бардоштани мақому манзалати занону духтарон дар ҷомеа тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. тибқи маълумоти оморӣ соли 1991 дар соҳаи маорифи кишвар аз 95 000 нафар кормандон ҳамагӣ 52%-ро занону духтарон ташкил медоданд ва соли 2018 ин нишондиҳанда ба 70% расидааст. махсусан дар соҳаи маориф нақши зан модар, нақши омӯзгор ки имрӯз бештари омӯзгорони муассисаҳои таълимии моро занон ташкил мекунанд хеле қавӣ аст ва бояд бо итминони комил гуфтан метавон ки боварӣ намудани таълиму тарбияи насли наврасро ба дасти занон додан, яъне ба дасти омӯзгори занон додан нисбат ба мардон хеле хубтару возеҳтар аст аз он ки зан нисбат ба мардон оромтару با تمکین و با فضل و با هنرتر و خوب مهری مادری در اون زیاد است و اون برای تربیت کردن نسل نورس خیلی میتوند که نقش قوی تری داشته باشه. дар соҳаи тандурустӣ соли 1998 аз 45 000 нафар кормандон 25 000 нафари онҳоро занону духтарон ташкил дода, ин нишондиҳанда дар соли 2018 аз шумораи умумии кормандони соҳа ки 80 000 нафарро ташкил мекунанд ба 51 000 нафар расидааст ки беш аз 2 баробар нисбати солҳои қаблӣ зиёд аст. имрӯз шумораи занон дар сафи хизматчиёни давлатӣ афзоиш ёфта, соли 2018 дар мансабҳои роҳбарикунанда 19% ва дар ҳайати хизматчиёни давлатии мақомоти марказӣ ва сохторҳои тобеи онҳо 25%-ро занону духтарон ташкил додааст. мас яке аз ҳуҷҷатҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон то давраи 2030 ба ҳисоб меравад, дар тамоми самт баробарии гендерӣ яке аз масъалаҳои афзалиятнок ҳисобида мешавад ва тибқи матрисаи амалиёти барномаи миёнамуҳлати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016 ва 20 занони мо, яъне ки то соли 2020 дар сатҳи роҳбарикунанда
5% و در سطح فعالیت تا 30% را باید فرا گیرند. در تامین پیشرفت و ترقیات دیگر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت نیز زنان و دختران تاجیک صداقتمندانه فعالیت دارند و همساله فراگیری زنان و دختران به کارهای دولتی بیشتر می شود. همین طور در جمهوری تاجیکستان به عزم و اراده و مسئولیت شناسی زنان همچون نیروی بزرگ جامعه ارج گذاشته شده، زحمت و خدمت‌های آنها پیوسته قدر کرده می شود. زیرا در برابر مردان امروز در دولت صاحب استقلال و دموکراتی زنان و دختران صاحب خرد و با معرفت می توانند در تطبیق همه‌جانبه قانون‌های ملی، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نقش کلان داشته باشند و فرزندان را به زندگی مستقلانه آماده کرده آنها را به راه درست زندگی هدایت نمایند. صرفه و سرشته‌کاری را که یکی از خصلت‌های بهترین ملت قدیمه تاجیک است رعایت کنند، در احیای هنرهای مردمی همیشه پیش‌صف باشند، رسم و آیین، عنعنه و سنت‌ها و فرهنگ ملی‌مان را حفظ نمایند. سالهای 2019-2021 که سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، در نزد زنان و دختران تاجیک وظیفه و مسئولیت بیشتری را می‌گذارد و زنان و دختران تاجیک می‌توانند با خرد و معرفت ازلی خود در عملی شوی نقشه و برنامه‌های فراگیر پیشرفت و ترقیات بیشتری مملکت نقش بارز گذارند و در استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نیز فعال باشند. در شهر و ناحیه‌های ولایت خاطلون بخشیده به روز مادر چورابینی دایر گردید. امروز زنان در زینه‌های گوناگون شاخه‌های حاکمیت یعنی مقامات عالی قانونبرار، حاکمیت سودی و اجراییه، اینچنین در کل ساختارهای دولتی و اتحادیه‌های جمعیتی فعالیت پرمحصول داشته در پیشرفت ساحه‌های گوناگون حیات جامعه نقش ارزنده می‌گذارند. گزارش خبرنگاران ما. جشن روز مادر در مرکز ولایت خاطلون شهر بختر با شکوه تجلیل کرده شد. تمام مادران و بانوان خوشبخت را رهبریت مقامات اجراییه حاکمیت دولتی ولایت خاطلون با سنه مبارک و فرخنده روز مادر تهنیت گفته تاکید نمودند که با سیاست خردمندانه و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مرتبه و منزلت زن مادر روز تا روز در جامعه صاحب استقلال بلند می‌گردد. طور ذکر گردید واقعا هم در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله تامین برابر حقوقی مردان و زنان موضوع محوری به شمار رفته در این سمت تجربه تاجیکستان در جهان متمدن کم نظیر ارزیابی می شود. طور ذکر گردید قبول و تطبیق ده‌ها سندهای معیاری و حقوقی از آن دلالت می‌کنند که حکومت جمهوری تاجیکستان در شناخت رسالت زن و استفاده نیروی ذهنی آنها در رشد ترقیات جامعه تمام چاره‌ها را عملی می‌نماید. طبق یک آمار رسمی قریب 50% اهالی ولایت خاطلون را زنان تشکیل داده نمایندگی شایسته آنها در همه سمت‌های خوجگی خلق ولایت امیدبخش دانسته می شود. طور ذکر گردید 27,000 نفر صاحبکاران ولایت در قید مقامات انداز همچون صاحبکاران انفرادی نامنویس شدند. در زمینه سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی شوق و رغبت بانوان ولایت خاطلون جهت معرفی هنر والای تاجیکان باز هم بیشتر گردیده این ابتکار نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را وسیله مفید بالا بردن سطح زندگی مردم ارزیابی می‌کنند. در فضای تنتنوی به زنان سابقه‌دار و ورزشکاران بهترین از حساب زنان و دختران قدرشناسی کرده شد. هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت خاطلون و تئاتر موسیقی و مسکوی و نام عطا محمد جان پیشهر بختر نمایش وسیع ایدانه را تحت عنوان ترنم مادر پیشکش حاضرین گردانیدند. بهترین شعر و ترانه در ستایش زن مادر صدا داد. جشن روز مادر در شهر بختر نیز با شکوه و با برگزار نمودن چورابینی‌های گوناگون فرهنگی و معرفتی تجلیل کرده شد. واقعا هم زن مادر که آفرینده حیات و زیبایی در عالم است سزاوار همه گونه ستایش و گرامی داشتن هاست، چرا که زن مادر با مهر خود جهان را گرمی، زندگی را معنی و حیات را برکت و نصرت تازه میبخشد. ضمن جمع آمد ایدانه تاکید کرده شد که محض زن مادر است که چراغ خاندان انسانیت روشن و محبت در وجود انسان پایدار میماند. در شهر بختر صف زنانی با معرفت و رهبری کننده کم نیستند.
طور ذکر گردید بیش از 60% کارمندان نهاد تندرستی را در شهر بختر زنان تشکیل می‌دهد. برای همه‌جانبه مهیا گردیدن شرایط خوب اجتماعی برای زنان و بانوان حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه و برنامه‌های بزرگ صحابی را در این سمت راه اندازی نموده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نقش زنان در پیشبرد سمت‌های گوناگون خوجگی خلق بیشتر گردیده، مادران و بانوان شهر بختر نیز سهم خود را در آباد کردن وطن مهم و ارزنده معنی داد می‌کنند. در فضای تنتنوی به مادران سابقه‌دار ساحه‌های گوناگون و بانوان فعال شهر بختر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. اهل فرهنگ شهر بختر با پیشنهاد برنامه رنگین موسیقی خاطر مادران و بانوان را بالیده گردانیدند. جشن روز مادر در ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان نیز با شکوه تجلیل کرده شد. طور ذکر گردید در برابر دیگر ساحه‌ها در مقامات حفظ حقوق ولایت نیز شماره بانوان سال تا سال افزایش می‌یابد. گفته شد که زن تاجیک از قدیم تا به امروز با تربیت فرزندان عاقل و باآداب، تامین محیط آرام و آباد در خانواده، مهمان نوازی، دوست داشتن وطن و بسیار خصلت‌های حمیده مشهور عالم است. واقعا هم زن مادر در جامعه ما به مقام و منزلت واقعی صاحب می باشد. او را همچون خادم نمایان دولتی، رهبر و راهنمای مردم، ملیسه، ادیب و مهندس نامدار، طبیب و آموزگار معروف و کارگر هنرمند و دهقان اصیل شناختند. در فضای عیدانه به کارمندان مقامات حفظ حقوق ولایت ختلان افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. برنامه فرهنگی هنری که از جانب بانوان ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت تهیه شده بود پسند خاطری همگان گردید. جشن روز مادر در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو نیز با شکوه تجلیل کرده شد. با افتخار این صحنه فرخنده میان همه فاکولته‌های دانشگاه آزمون میرافر برگزار کرده شد که در آن جوان دختران همه فاکولته‌ها سهم ارزنده گذاشتند. محتوای اساسی آزمون را دستاوردهای صاحب استقلالی وطن محبوب و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی تشکیل میداد. ضمن جمامت تاکید کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برابر حقوقی زنان و مردان را در کانستیتوسیه جای داده است که چنین امکانیت به تشکل شخصیت زنان تاجیک و مسئولیت آنها در روند آبادسازی مساعدت می‌کند. در دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو نیز سهم زنان و بانوان در پیشرفت علم معاصر شایسته ارزیابی می‌شود. صف زنان راهبر و دکترهای علم سال تا سال نفوذ پیدا می‌کند. در فضای عیدانه آموزگاران کهنسال و بانوان فعال و تجربه‌دار دانشگاه با تحفه‌های ریاست سرفراز گردانیده شدند. هوسکاران بخش فرهنگ دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو به خاطر شادباشی مادران و بانوان برنامه زیبای هنری را پیشنهاد کردند. جشن روز مادر در دیگر تشکیلات اداره‌ها نیز گرامی داشته شد. کارمندان کارخانه فرعی دولتی آب و کاریز و شرکت خانه‌های شهر بختر در روز عید مادران قدرشناسی بیش از 100 نفر زنان و بانوان در مؤسسه‌ها فعالیت کننده را به جا آوردند. طور ذکر گردید زن مادر همچون آفرنده انسان در تربیت و تشکل نسل سالم سهم ارزنده می‌گذارد. مادران همیشه شاهستون زندگی فرزندان بوده برای هر یک ما مقدس و بزرگند. در کارخانه فرعی دولتی آب و کاریز و شرکت خانه‌های شهر بختر شماره زیادی زنان و مادران فعالیت می‌کنند که سهم آنها در آباد و زیبا گردیدن کوچه و خیابان‌های شهر بختر و محیط بناهای بلندآشانه استقامتی نظررس است. از جانب رهبریت کارخانه فرعی دولتی آب و کاریز و شرکت خانه‌های شهر بختر با زیاد از 100 نفر کارمندان هر دو مؤسسه افتخارنامه و تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. در شرکت خانه‌های شهر بختر بیش از 90 نفر زنان و مادران فعالیت می‌کنند. رهبریت کارخانه مذکور در جشن روز مادر احترام آنها را به جا آوردند. این مادران به طور شبانه روزی در تازگی و زیبایی شهر بختر حصه ارزنده گذاشته خدمت‌های آنها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی تحت توجه قرار می‌گیرد. در روز جشن به همه این بانوان و مادران تحفه‌های هوسمندگردانی تقدیم کرده شد. از این اقدام نیک رهبریت شرکت خانه‌های شهر بختر همه کارمندان بخش کمونالی اظهار خوشحالی کردند. کاروانی سلامتی که با جلب متخصصان صحت در وادی رشت به اهالی خدمت رایگان طبی میرساند به ناحیه سنگوار وارد شد. در این ناحیه کوهستان متخصصان توانستند با استفاده از تجهیزات معاصر اهالی را از تشخیص گذرانیده برای تبابت از بیماری‌ها به اهالی توصیه‌های سودمند دادند. گزارش از ناحیه سنگوار.
мақсад аз ин чорабинӣ қабл аз ҳама баланд бардоштани маърифати тиббӣ миёни сокинони ҷамоатҳои деҳот аз бемориҳои сироятӣ эмин нигоҳ доштани онҳо иборат мебошад. Ба ҳайати корвони навбатӣ ки таҳти унвони солимии модар ва кӯдак дар ноҳия фаъолият дорад, асосан табибони таваллудхонаи ноҳия шомиланд. онҳо дар тамоми деҳаҳои ноҳия бо занони ҳомиладор ва аворисҳои ҳомиладорӣ ва фарогирии онҳо бо табобат, пешгирии фавти модару кӯдак ва ба дунё овардани фарзанди солим ва паҳлӯҳои гуногуни соҳаи тиб суҳбат гузаронида маслиҳатҳои муфид медиҳанд. корвони саломатӣ таҳти шиори солимии модар кӯдак дар деҳот аз 4 то 7 марти соли ҷорӣ дар марказҳои саломатии деҳот ва бонкҳои саломатӣ аз ҷониби табибони маркази саломатии ноҳия ва беморхонаи марказӣ корвони саломатӣ ташкил намудем. мақсади асосии корвони саломатӣ бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва инчунин занони деҳоти дурдаст дур намондан аз назорати антинаталӣ мебошад. дар оянда низ чунин иқдомҳоро дар деҳоти дурдаст идома хоҳем дод. ҳамзамон табибон дар кӯдакистони ҷамоатҳои деҳот шуда баробари аз ташхиси тиббӣ гузаронидани кӯдакон ва мураббиён дар бораи омода намудани ғизо барои кӯдакон маслиҳат дода тарзи тайёр кардани онро меомӯзанд. табибони ноҳия баҳри саломатии модарону кӯдакон корвони саломатӣ ташкил намуданд. миннатдории хешро аз номи занони ҷамоат ба табибони ноҳия мерасонам. ин чорабинӣ имконият медиҳад ки тамоми занони деҳот аз маърифати тиббӣ бештар бархурдор гардида дар ҳолати зарурат пешомадан ба мутахассисони соҳаи тиб муроҷиат намоянд ва сатҳи маърифати тиббии хешро баланд бардоранд. ҳамчунин аз бемориҳои сироятӣ худ ва фарзандони худро эмин нигоҳ доранд. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр саломат бошед.